اگه یه بلیت داشتید که باهاش میتونستید به پارتنرتون خیانت کنید، از بلیتتون استفاده میکردید؟ 100%. 100% آره؟ آره. چرا؟ به خاطر اینکه زندگی کوتاه دیگه، آدم نمیتونه فقط وقتشو با یه نفر بگذرونه. به هر حال اگه من خیانت نکنم اون یه روز خیانت میکنه. به هر حال همیشه گفتن بهترین دفاع حمله است. همیشه همینطوریه که شانس یه بار در خونه آدمو میزنه. بلیتو برای چه شخصی خرج میکنی؟ یعنی با چه شخصی به دوست دخترت خیانت میکنی؟ با یکی از دوستاش، چون خیلی ازش خوشم میاد. 100% با همون بهش خیانت میکنم. اگه یه بلیت داشتید که باهاش میتونستید به پارتنرتون خیانت کنید، از بلیتتون استفاده میکردید یا نه؟ قطعا نه. نه؟ نه. چرا؟ حاضر نیستم اون کسی که براش ارزش قائلم و برای من ارزش قائله به خاطر یه شب لذت زودگذر معاوضه کنم. یه جمله تاثیرگذار اگه بخواید بگید به کسایی که این ویدیو رو میبینن چی بهشون میگید؟ همه اینا رفتنی هن. فقط شرافته که میمونه.